پس از اعتراضها و انتقادهای فرهنگیان و هنرمندان کشور از بحر ثبت هنر مینیاتور همچون میراث مشترک کشورهای ایران، ترکیه، ازبکستان و آذربایجان در سازمان یونسکو، حکومت سکوت را شکست. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که خاستگاه هنر مینیاتور افغانستان است، اما به علت نبود نماینده کشور در سازمان یونسکو این هنر به اسم کشورهای دیگر در فهرست میراث‌های جهانی ثبت شده است. اسناد و اجراءات اداری لازم از جانب ما انجام شد، اما چرا این هنر فی الحال در مرحله اول ثبت به نام این کشورها رقم خورده؟ یکی از دلایلی که ما از وزارت محترم اطلاعات فرهنگ جویا شدیم بحث نبود نماینده افغانستان در سازمان یونسکو است که در اونجا ظاهرا لابی که لازم هست صورت نگرفته در طول ماه‌های گذشته. احتمالاً اسناد لازم هم ارائه نشده باشه. اما وزارت امور خارجه کشور در یک اعلامیه میگوید که تلاش‌ها برای ثبت هنر مینیاتور به اسم افغانستان در سازمان یونسکو آغاز شدند و سفارت افغانستان در پاریس به نمایندگی از حکومت سندهای پیوستن افغانستان به فهرست میراثداران هنر مینیاتور را تا کمتر از 3 ماه دیگر به سازمان یونسکو ارائه خواهد کرد. ای که وزارت محترم اطلاعات فرهنگ ادعا میکنن که ما نداریم یک نماینده در یونسکو، این عذر بدتر از گناهی که باید چرا این گونه باشه. و همون چیزی که من آگاهی یافتم که به خاطر از اینکه سالانه یونسکو $20,000 باید هزینه به افغانستان میپرداخت، به این خاطر نماینده خود از یونسکو بخواسته و نمایندگی خود لغو کرده. شماری از فرهنگیان و هنرمندان نبود نماینده افغانستان در سازمان یونسکو را پرسش برانگیز و شرم آور می‌دانند. استاد کمال الدین بهزاد یکی از لایه‌های شؤون و اعتبارات هویت ملی ماست. قطعاً دولت با در نظر داشته مندرجات قوانین و مقررات نافذه افغانستان مکلفیت داره و مسئولیت داره که این وظایف را باید انجام میداد. ای که امروز ادعا میشه که گویا ما در یونسکو نماینده نداریم، خود از سوال است، پرسش است که چرا نداشته باشیم. چند روز پیش سازمان یونسکو هنر مینیاتور را همچون میراث مشترک ایران، ترکیه، آذربایجان و ازبکستان در فهرست میراث‌های جهانی ثبت کرد. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که قرار است یونسکو در این باره تجدید نظر کند و احتمال زیاد وجود دارد که هنر مینیاتور به اسم افغانستان همچون میراثدار این هنر در فهرست میراث‌های جهانی ثبت شود.